سلام. یکی از معضلات جدید حکومت خامنه‌ای کمسو شدن چراغ رابطه نظام آخوندی با آلمانه که الان داره کم کم از کمسو هم رد میشه، بیشتر به کورسو و خاموش نزدیک شده. شاید خبراشو شنیده باشید، ولی ما میخوایم تو این برنامه فلاشبک بزنیم به گذشته که این اخم و تخم‌های پیش اومده در این رابطه از کجا شروع شد. رابطه با آلمان از چه بابت خیلی مهمه؟ از اونجایی که آلمان برای سالیان بزرگترین شریک اقتصادی رژیم در سطح اتحادیه اروپا بوده. در حدود 1 تا چند میلیارد یورو هر سال با هم مبادله داشتند. اما از 1 سال پیش که رژیم جنگ منطقه رو دامن زد و از وقتی که خامنه‌ای به عنوان سرمار انگشت نمای آدم و عالم شد، به اصطلاح خارجی‌ها دیگه مهمونی تموم شد و در مرداد همین سال 403 یهو دیدیم که آلمان با چند صد نیروی پلیس ویژه به مرکز تروریستی رژیم در هامبورگ حمله کرد و درشو تخته کرد. دولت آلمان پس از 70 سال مرکز اسلامی هامبورگ را جزء مراکز افراطی دانسته و چهارشنبه به این مرکز و شعبات آن در شهرهای مختلف حمله و فعالیت آن را متوقف کرده. البته رسانه‌های رژیم جرئت نمی‌کنند علت اصلی بسته شدن این مراکز رو بگن، ولی در رسانه‌های آلمان جزئیات بیشتری گفته میشه. Der Verfassungsschutz sieht im Islamischen Zentrum eine direkte Vertretung des iranischen Regimes. Der Verein trete dafür ein, einen autoritären Gottesstaat zu errichten. Das Vorgehen unserer Sicherheitsbehörden und das IZH-Verbot richten sich gegen politisch-religiösen Extremismus, gegen verfassungsfeindliche Aktivitäten in Deutschland, die von einem Regime in Teheran gesteuert werden, das Grundrechte missachtet und in der Menschenleben wenig wert sind. Der stellvertretende Leiter des IZH ausgewiesen worden aus Deutschland, weil ihm nachgewiesen werden konnte, dass er 2 Spendenvereine unterstützt hat, ganz aktiv, die Geld an Hezbollah gegeben haben. Also noch ein Grund, hier tätig zu werden. رژیم که اون موقع بعد از کتلت شدن رئیسی و امیر عبداللهیان اصلا وزیر خارجه نداشت، اون یارو باقری رو فرستاد که یه شاخ و شونه‌ای بکشه که آقا اگر حمله میکنید ما هم تلافی میکنیم و خلاصه اینکه براتون عواقب داره. باقری تاکید کرد مسئولیت آثار و عواقب مترتب بر این اقدام ناموجه و خشونت طلبانه بر عهده دولت آلمان است. عواقب نگو بلا بگو. در پاسخ به این اقدام خامنه‌ای هم در یک اقدام کاملا خشونت طلبانه یگان ویژه رو مسلح کرد، ماسک زدن، با چند تا ماشین حمله کردن به کجا؟ یه مدرسه آموزش زبان آلمانی توی تهران. وسط جلسه امتحان ریختن تو، سردرش آوردن پایین، درش هم پلم کردن، مثل وعده صادق که بسیجی‌ها باش خرکیف بشن. ماشاءالله، خیلی ماشاءالله داره. یه هفته بعد از این رفت و برگشت سر بستن مراکز تروریست پروری رژیم، پزشکیان اومد سر کار. پزشکیان که اومد گفت بازی از نو. عراقچی هم وزیر خارجه شد. بعد گفتن آقا یک شروع جدید، یه ژست تعامل بگیریم و خلاصه یک استارت جدیدی بزنیم. عراقچی زنگ زد آلمان که شاید بشه با گفتگو این رابطه شکسته رو دوباره بندکشی کرد. در گفتگوی تلفنی دیگر وزرای امور خارجه ایران و آلمان در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر و بر عزم دو کشور برای رفع مشکلات جاری از طریق گفتگو و ادامه رایزنی‌های سیاسی تاکید کردند. هنوز 3 هفته از شروع کار عراقچی نگذشته بود که از آلمان خبر رسید که تحریم‌های جدید تو راهه. وزارت خارجه آلمان در واکنش به ارسال موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه گفت شرکت هواپیمایی ایران ایر را تحریم می‌کنیم. اون موقع خبرش رو دادند و بعد هم از اواخر مهر ماه این تحریم شرکت‌های هواپیمایی رژیم اجرایی شد و همه جا تیتر زدن که شرکت هواپیمایی رژیم دیگه هیچ پرواز مستقیمی به کشورهای اروپایی نخواهد داشت. تحریم شرکت‌های هواپیمایی مسافربری، نقض صریح موازین و مقررات حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر بوده و محکوم است. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر حق ایران برای اتخاذ تدابیر و پاسخهای متناسب در قبال تحریم‌های اتحادیه اروپا، در حالی که این بار هم وزارت خارجه رژیم گیج بود که تدابیر متناسب در قبال این حرکت چی باید باشه، شریعت مداری که کلاغ سخنگوی خامنه‌ای توی کیهانه راه حل آس گذاشت رو میز و باز دوباره گیر داد به بستن تنگه هرمز و گفت
اگر آسمان را بهمون بستن ما هم دریا رو به کشتی‌های اروپا ببندیم. اما این تهدید تکراری توخالی بستن تنگه هرمز حتی در درون خود نظام هم کسی تحویلش نگرفت و بیشتر تبدیل به مضحکه شد. من هر دردی داشتم مامان بزرگم میگفت چای نبات بخور، مثل بستن تنگه هرمز. آبروریزی این طبل توخالی اینقدر زیاد شد که خود عراقچی هم مجبور شد بیاد بگه آقا ما اصلا همچین تهدیدی نکردیم. یعنی تلویحاً گفت شریعت مداری یه غلطی کرد، شما زیاد جدی نگیرید. تلویزیون رژیم هم برای خالی نبودن عریضه اون بسیجی اسکل نظام مقدس رو مأمور کرد که حداقل یک مطلق تحقیرآمیز به وزیر خارجه آلمان بندازه که دل بسیجی‌ها رو خنک کنه، ولی این هم بیشتر خودش اسکل کرد. یه فیلمی هست خیلی عجیبه، از وزیر خارجه آلمان رفته چین. ببین وزیر خارجه آلمان رفته چین، بعد از پله‌های هواپیما میاد پایین، هیچ کس نیست استقبالش. یعنی میاد پایین این فرمر نگاه میکنه، 2 نفر دارن با موبایل فیلم میگیرن و بعدم میگن که از این ور بیا برو ماشین سوار شو برو. مثلا کسی نرفته استقبال. خیلی فیلم عجیبیه. هر دیداری که مثلا مسئول ایرانی میره، مقام ایرانی میره یا از اون ور میان، اینا سریع شروع میکنن اینجا این پرچم گوشش کج بود، این نشانه توهین فلان بود. الان اینو چی میگید؟ طرف وزیر امور خارجه است، پا شده رفته چین، فرش قرمز و نمیدونم از اینا که مثلا با لباس محلی گل بیارن و اینا که هیچ کس نیومده. همیشه خوبه قبل از گرفتن قیافه از داشتن اون اطمینان حاصل کنید. اگر کسی میخواد مچ بگیره یا تیکه بندازه خوبه قبلش سرچی بزنه، یه 2 کامنت رو بخونه، یه ترنسلیت بکنه، ببین اصلا قضیه چی بوده، فیلم مال کیه، مال کجاست، داستان چی بوده. اگر از هول حلیم نمیافتادی توی دیگ و اول یه ذره هول این فیلم سرچ میزدی میفهمیدی که اولا این فیلم اصلا مال سفر چین نیست و مال سفر به مالزیه. دوماً مال الان نیست، مال نزدیک به 1 سال پیشه که همون موقع خود وزارت خارجه آلمان این تصویر رو منتشر کرده بود به عنوان بخشی از تصاویر سفر وزیر خارجه آلمان به 3 کشور مالزی و فیلیپین و سنگاپور. سوماً در مورد همین فرودگاه خالی هم باز تحقیق نکرده توی دیگ حلیم دست و پا زدی، چون در این رابطه هم رسانه‌های آلمان تحقیق کردند و این صحنه رو توضیح دادند. Das Auswärtige Amt stellte klar, dass das Video Baerbock bei ihrer Ankunft in Malaysia und nicht in China zeige. Das Regierungsflugzeug habe aufgrund unvorhergesehener Umstände auf einem anderen Teil des Flughafens landen müssen, weshalb die Empfangsdelegation einige Meter entfernt gestanden habe. خب برو سرچ کن کی جلوتو گرفته، بعد همینطوری گز نکرده میزنی تو جاده خاکی. ببین وزیر خارجه آلمان رفته چین، بعد از پله‌های هواپیما میاد پایین، هیچ کس نیست استقبالش. یعنی من نمیدونم مخاطبش رو چی فرض کرده. ببین آخه اصلا وزیر خارجه آلمان امسال به چین سفر نکرده. اینو رویتر سوال کرده، گفتن ما هنوز به چین سفر نداشتیم امسال. البته مخاطب این برنامه بسیجیان دیگه، راحتن، حق که ندارن بخوان این چیزا رو چک کنن. اینم که خودش گفته اسکل نظام مقدس دیگه، مشکلی نداره. ببخشید اسکل نظام مقدسیم دیگه، وگرنه نه ما رو گذاشتید که حزب اللهی‌ها ارضا بشن، انقلابی‌ها ارضا بشن. خب کجا بودیم؟ بعد از داستان هواپیما و تنگه رسیدیم به این ماجرای اخیر اعدام جمشید شارمهد که تابعیت آلمان هم داشت. همون روز اول قوه قضاییه رژیم خبر داد که حکم جمشید شارمهد صبح امروز به اجرا درآمد. همه رسانه‌ها هم این خبر رو تیتر کردند که شارمهد اعدام شد یا تیتر زدن که حکم اعدام اجرا شد. این دفعه وزیر خارجه آلمان یک واکنش سریع نشون داد. توی نیویورک وسط سفرش یک کنفرانس گذاشت تا به این حرکت پاسخ بده.
Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Bisher, wir reden gleich weiter. Außenministerin Baerbock ist gerade in New York vor Kameras und Mikrofone getreten. Herr Shamat wurde entführt, in den Iran verschleppt, ohne faires Verfahren, jahrelang festgehalten und nun zum Tode verurteilt und getötet. Wir haben Teheran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird. Daher habe ich entschieden, die 3 iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, München und Hamburg zu schließen. Dass nun im Lichte der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten die Ermordung erfolgte, zeigt, dass ein diktatorisches Unrechtsregime wie das der Mullahs nicht in der normalen diplomatischen Logik agiert. Nicht ohne Grund sind unsere diplomatischen Beziehungen bereits mehr als auf einem Tiefpunkt. به نظر میاد که رژیم از این واکنش آلمان غافلگیر شد، چون ظاهراً انتظار نداشت که این اعدام به اینجاها برسه. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد تعطیل کردن کنسولگری‌های ایران یک اشتباه بزرگ محاسباتی است و دولت آلمان مسئول تبعات آن خواهد بود. حالا باز مونده بودن که این تبعات که میگن چی باشه خوبه؟ یعنی گفتن ما میگیم مسئول تبعات خواهد بود، ولی مگه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ که تو همین فکرها بودن که کیهان دوباره پیشنهاد داد. این بار پیشنهاد بستن سفارت آلمان در تهران، که بله الان مناسب ترین فرصت برای بستن سفارت آلمانه. یعنی تلویحاً سفارش حمله به سفارت داد. همون جماعتی که به سفارت آمریکا حمله کردن، از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتن، سفارت عربستان رو آتیش زدن، حالا هم یه حرکتی به سفارت آلمان بزنن. ولی ظاهراً چون دیدن هوا برای نظام خیلی پسه، گفتن بسیجی ها رو به یک توییت عراقچی قانع کنیم کسی خر نشه از این کارا بکنه. یه توییت خیلی خوبم جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه‌مون زدن در جواب وزیر خارجه آلمان و اصلا باحال شستن پهنش کردن. یعنی یه از همینجوری رگباری زدنش. خیلی خوب بود. چند تا نکته رو گفتن. یکی این که آقا تروریسته، حتی اگر تحت حمایت آلمان باشه. پاسپورت آلمانی واسه کسی مسئولیت نمیاره. هیچ تروریستی در امان نیست اگه پاسپورت آلمانی داشته باشه. آقا دمت گرم، خیلی خوب بود، دلمون خنک شد. اما آلمان باز هم جلو رفت و با درخواست رسمی از اتحادیه اروپا برای بردن سپاه در لیست تروریستی رژیم رو باز هم غافلگیر کرد، طوری که رسانه‌های رژیم فقط تیتر زدن درخواست جنجالی آلمان درباره سپاه پاسداران، بعد زیرش کمرنگ نوشتن که آلمان از اتحادیه اروپا خواسته که سپاه رو توی فهرست سازمان‌های تروریستی بذارن. بعد رژیم دید که این موضوع این بار داره تو کل اروپا مطرح میشه و صداهای دیگه هم دنبال این قضیه هستن. The Revolutionary Guard terrorize their own people inside Iran, but they terrorize also a whole region, the Middle East. This is why for a long time it has been time to put them on the terror list. I'm glad to see that Lithuania now has listed them as a terror organization, and I will continue my own fight. دیگه کار به اینجاها که رسید، به نظر میاد خامنه‌ای که دید دیگه با هارت و پورت کار جلو نمیره، یه دنده عقب گرفت و خبر جدید دادن که آقا ما اصلا جمشید شارمت رو اعدام نکردیم، این خودش مریض بود و فوت کرده. یعنی همون قوه قضاییه‌ای که با توپ پر اطلاعیه داده بود که بله ما زدیم حکم اجرا کردیم، همون تکذیبه داد و حرف خودش رو تکذیب کرد که این دیگه خیلی جدید بود. خود قوه قضاییه خبر اعدام رو داده بود، ولی بعد از 8 روز دوباره خود قوه قضاییه اومد گفت که ما اون روز حکم رو داده بودیم، ولی قبل از اینکه حکم رو اجرا کنیم خودش فوت کرد. اصلا ما بهش دست ندادیم که. حالا این وسط گیر کردن. از یه طرف هم میخوان اون رعب و وحشت اعدام رو توی جامعه ایجاد کنن و نوشته که آره محکوم به اعدام شده بود، حکمم آماده اجرا بود، ولی از اون طرف چون دیده خیلی براش گرون تموم شده میگه ولی قبل از اینکه حکم اجرا بشه خودش فوت کرد، که یعنی ما شهروند آلمانی اعدام نکردیم. یه رسانه‌ی دیگرشون هم گفت بابا اصلا ما داریم چیکار میکنیم؟ این ماجراها با آلمان به خاطر اینه که مجاهدین توی آلمان حضور جدی و فعال دارن. بعد رفته از توی فضای مجازی یه لیست جور کرده از همه اعضا و هواداران مجاهدین و انجمن‌هایی که در ارتباط با مجاهدین دارن فعالیت میکنند و تلویحاً گفته که همه چیز زیر سر ایناست.
بله، به این ترتیب می‌بینیم که همونطور که پزشکیان گفته بود دیپلماسی بلد نیست، ما رو به دیپلماسی وادار می‌کنه که بلد نیستیم. در عمل هم دیدیم که دیپلماسی دولت رئیس جمهور جدید خامنه‌ای هم بعد از 3 ماه میوه داد و رابطه با آلمان به پایین‌ترین حد خودش رسید. وقت بخیر و خدا نگهدار.